این تنها ورزشگاه دنیاست که 3 جام جهانی رو دیده. ما در مورد نمادین ترین ورزشگاه مکزیک و حتی شاید قاره آمریکا صحبت می‌کنیم. وقتی در سال 1970 میزبان اولین جام جهانی خودش شد، پله پادشاه فوتبال با شکوه‌ترین تورنمنت عمرش رو در زمین چمن همین استادیوم گذراند. جایی که برزیل رویایی با 3مین قهرمانی جام طلایی ژول ریمه رو برای همیشه به خونه برد تا اسم این ورزشگاه با اولین پادشاه گره بخوره. 1986 دوباره همون معبد فوتبال، جایی که دیگو مارادونا در مرحله 1/4 نهایی اول با دست خدا فوتبال رو به آتیش کشید و چند دقیقه بعد با دریبل 60 متری شاید بهترین گل تاریخ جام جهانی رو زد. همین یه بازی کافی نیست تا یه ورزشگاه در تاریخ فوتبال برای همیشه موندگار بشه؟ و حالا 2026 تاریخ باز هم به همین ورزشگاه برگشته. میزبانی دوباره افتتاحیه با بازی مکزیک و آفریقای جنوبی، بازآفرینی همون نبرد نمادین و نوستالژیک جام جهانی 2010. یک قاب تکراری، ولی این بار در مقدس‌ترین سازه فوتبالی زمین. ما در مورد آزتکا حرف میزنیم. بنای 65 ساله‌ای که بارها ترمیم شده، زلزله‌های سهمگینی رو به چشم دیده، از المپیک و جام جهانی میزبانی کرده، اما هنوز سر پاست تا یک بار دیگه چشم دنیا رو به خودش خیره کنه. بعضی خونه‌ها فقط برای یه خاطره ساخته نمیشن. اونا ساخته میشن تا تاریخ رو توی خودشون نگه دارن. به نظر شما بزرگترین قاب تاریخی که توی این چمن ثبت شده گل مارادوناست یا قهرمانی پله؟